سلام دوستان، محمد شیرین هستم. خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه. امروز اومدیم با آموزش ساخت آسانسور در ماینکرافت. برو بریم سراغ ویدیو. خب برای این کار که آسانسور بسازیم نیاز به 4 تا وسایل داریم: ماگما بلاک، سولسنگ و آب و استاین. خب اول باید برای هر طرف یه دونه از هر کدوم بلاک بزنیم و یه برج هم درست کنیم که آسانسور داخلش باشه. مثلا اینجا رو درست کنم که توش آسانسوره. اینجا توش آسانسوره. این برای پایین اومدن ماگما و سولسنگ برای رفتن بالا. خب الان برای آسانسور پایین و باید بریم بالا، از بالا یه دونه آب بذاریم. الان آب میرسه پایین. این نقطه هم که داره بعد این ورش ساین بذاریم که آب بیرون نرزه. حالا همینجور که ببینیم میفتیم پایین، میاره پایین ما رو. خب حالا برای آسانسور بالا میایم اینجا یکم کار سخت میشه. بعد برای هر بلاک یه دونه آب بذاریم. بکنیم یه دونه بلاک اینجا بذاریم، یه دونه آب اینجا 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 تا حالا تا آخر میاد بالا. حالا اینجا نشد، دوباره تا کنم. اینم از این سریع منو میاره بالا. نکنید سرعت این خیلی زیاده. اینم یکی انجام بدیم ببینیم کدوم روش بهتره. اینم یکی انجام بدید تا آب جدید انگار یکی انجام بدید بهتر میشه. تا کلا ایدونه اینم از آسانسور پایین من میکشه پایین. بعد این نقطه هم که داره بعد از ماگما سریع فرار کنین یا بشینین اینجا که دمیج نخورین. آسانسور هم که ساخته شد. دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بزنین تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.